سلام دوستان عزیز، به کانال خودتون دکتر سلامتی خوش آمدید. خوشحال میشم قبل از هر چیزی کانال من رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا از ویدیوهای بعدی ما باخبر شوید. چشم جزو حساس‌ترین و مهمترین اندامهای بدن انسان است که مراقبت نکردن از چشمها میتواند آنها را در معرض خطر قرار دهد. راه‌های طبیعی وجود دارد که برای تقویت و حفظ سلامت چشم‌ها مناسب میباشد. چگونه چشم‌های خود را با روش‌های طبیعی تقویت کنیم؟ چشم‌ها یکی از حساس‌ترین و البته آسیب‌پذیرترین اندام‌های بدن هستند. روزانه فعالیت زیادی را با استفاده از آنها انجام می‌دهیم که با گذشت زمان و استفاده نادرست و بیش از اندازه از آن تأثیر منفی روی چشم می‌گذاریم. حتی اگر از سلامت کامل چشم برخوردار هستید، مراقبت‌های لازم را انجام دهید. اگر به دنبال نسخه طبیعی برای بهبود بینایی هستید، باید بگویم راهی وجود ندارد و برای دوربینی، نزدیکبینی همچنان باید از عینک استفاده کنید. اما راه‌هایی وجود دارند که می توانید برای حفظ سلامت چشم انجام دهید، مثل انتخاب‌های سبک زندگی سالم، تغذیه خوب، خوابیدن به اندازه کافی، ورزش کردن منظم و سیگار نکشیدن. راه‌هایی وجود دارد که می توانید دید را بدون عینک و با لنز بهبود بخشید که بیشتر اینها تکنیک‌های به اثبات نرسیده‌اند. بهترین کاری که می توانید برای چشم‌های خود انجام دهید این است که انتخاب‌های سالم داشته باشید و به طور منظم نزد پزشک بروید تا چشمتان را معاینه کند. آیا راه‌های طبیعی برای حفظ سلامت چشم وجود دارد؟ باید بگویم بله. داشتن یک رژیم غذایی متعادل و سالم حاوی آنتی اکسیدان‌ها و ویتامین آ مانند سبزیجات، هویج، ماهی‌ها، ویتامین‌های C، آ، ای و میوه‌ها می‌توانند در حفظ سلامت چشم کمک کنند. شماره 1. رژیم غذایی مغذی. یک رژیم غذایی مغذی می‌تواند به بهبود بینایی و کاهش تدریجی بینایی مرتبط با افزایش سن کمک کند. شماره 2. خوابیدن به اندازه کافی. زمانی که خیلی خسته هستید، چشم‌های شما می‌تواند به راحتی کشیده و خشک شود. خواب منظم می‌تواند خستگی چشمان را کاهش دهد و در نتیجه بینایی را بهبود می‌بخشد. شماره 3. ورزش منظم. داشتن فعالیت فیزیکی می‌تواند گردش خون و جریان اکسیژن را به چشم افزایش دهد و به کاهش خشکی چشمان نیز کمک کند. شماره 4. محافظت از چشم‌ها در برابر نور خورشید. وقتی در معرض نور آفتاب هستید، از عینک آفتابی استفاده کنید تا اشعه‌های مضر خورشید را کاهش دهید. شماره 5. استراحت چشم‌ها در زمان استفاده از کامپیوتر. اگر زمان زیادی را صرف نگاه کردن به یک صفحه مانند کامپیوتر و یا گوشی هوشمند می‌کنید، هر 20 دقیقه به مدت 20 ثانیه به فاصله دور نگاه کنید. این کار می‌تواند از فشار چشم که باعث خستگی، سردرد، گردندرد و کاهش دید شود جلوگیری می‌کند. شماره 6. تست دقیق چشم. مؤسسه ملی چشم منتشر می‌کند که تست دقیق چشم بهترین راه برای اطمینان از این است که چشم‌های شما در بهترین وضعیت ممکن قرار دارند. یک معاینه چشم می‌تواند مسائل بالقوه را از بین ببرد و به حفظ سلامتی چشم و بینایی کمک کند. شماره 7. نکشیدن سیگار. سیگار کشیدن می‌تواند خطر بسیاری از مسائل بهداشت فیزیکی از جمله آسیب عصب بینایی، انحطاط چشم در اثر سالخوردگی و آب مروارید را افزایش دهد که این آسیب‌ها می‌توانند بینایی را تحت تأثیر قرار دهد. شماره 8.
رعایت بهداشت: دستها و صورت خود را به طور کامل و منظم بشویید. اگر به لوازم آرایشی و مواد شیمیایی حساسیت دارید، آنها را برای چشم‌ها استفاده نکنید. اگر از لنز استفاده می‌کنید، آنها را تمیز و درست نگه دارید. شماره 9: ورزش چشم‌ها. احتمالاً با ورزش چشم آشنا نیستید، اما چشم‌ها همانند دیگر اعضای بدن قبل و بعد از خواب نیاز به ورزش دارند تا سلامت بمانند. این 3 حرکت ورزش‌های چشم است. حرکت اول: چشم‌ها را به صورت دایره‌وار و در جهت عقربه‌های ساعت 10 بار بچرخانید و سپس این حرکت را 10 مرتبه در جهت برعکس آن نیز انجام دهید. حرکت دوم: کف دست‌های خود را به یکدیگر مالش داده تا دمای آن بالا برود. سپس کف دست‌ها را 10 ثانیه روی چشم‌ها قرار دهید و این عمل را 5 بار تکرار کنید و زیر چشم‌ها گیجگاه پیشانی را با انگشت شست به صورت دایره‌ای ماساژ دهید. حرکت سوم: انگشت شست را در فاصله 10 تا 18 سانتیمتری بینی نگه دارید و حدود 5 ثانیه به آن خیره شوید و این کار را 10 مرتبه حدود 2 دقیقه تکرار کنید. شماره 10: تنظیم نور محیط. همیشه هنگام مطالعه و در محل کار نور محیط را تنظیم کنید تا ملایم باشد و مستقیم به چشم نتابد، زیرا نور لامپ به تنهایی تأثیر منفی روی چشم دارد. از تماشای تلویزیون و یا کار کردن با کامپیوتر گوشی در تاریکی خودداری کنید. چند نکته که برای تقویت چشم باید آنها را رعایت کنید اینها هستند. توصیه می شود از کولر با درجه پایین استفاده کنید و از دستگاه بخار نیز برای رطوبت دهی محیط استفاده کنید. در صورت نیاز اشک‌های مصنوعی، یعنی همان قطره‌های چشم که از داروخانه تهیه می کنید را داخل چشم‌ها بریزید. از عینک ذره‌بینی استفاده نکنید، زیرا می‌تواند بینایی را بدتر کند. از لنز یا عینک بدون توصیه پزشک استفاده نکنید، زیرا موجب کاهش دید طبیعی شما می‌شود. عینک یا لنز تجویز شده توسط پزشک می‌تواند به شما کمک کند تا بهتر ببینید و بینایی و شکل طبیعی چشم را تغییر نمی‌دهند. تمرین استراحت و یا تکنیک‌های ماساژ چشم می‌تواند نیاز به عینک را کاهش دهد. همچنین روش‌هایی مانند مالیدن کف دست‌ها بر روی چشم‌ها یا قرار دادن کمپرس سرد یا گرم روی چشم‌ها را اغلب به عنوان روش‌هایی برای بهبود بینایی در نظر می‌گیرند. این روش‌ها ممکن است به کاهش فشار چشم کمک کنند و راهی خوب برای کاهش تنش باشند، اما هیچ دلیلی وجود ندارد که آنها بتوانند به طور مستقیم دید را بهبود بخشند. ورزش چشم می‌تواند خطاهای انحراف را اصلاح کرده و به شما کمک کند تا دید بهتری داشته باشید. تمرین‌های چشم متفاوت بسیاری وجود دارد که ادعا می‌کنند چشمان شما را آموزش می‌دهند و ماهیچه‌های اطراف آنها را تقویت می‌کنند، با اینکه بسیار خسته کننده هستند و هر روز نیاز به مدت زمان طولانی تمرکز دارند، اما ممکن است به طریقی مفید باشند. سپاس از شما دوستان عزیز که تا آخر این ویدیو همراه من بودید. خوشحال میشم که زیر این ویدیو انتقادات و یا نظراتتون رو در بخش کامنت برامون کامنت کنید و با لایک و کامنتاتون به ما انرژی بدید.